дуруд шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани кайфари диловари мирзо дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ. оғози гуфтори ҳаштум. соли 1905 дар шаҳрҳои калони кишвар мавҷи эътироз авҷ гирифт. کارگران دیگر به وضع بد و شرایط ناگوار تاب نآورده کارپرتایی کردند. نصرت الله قطار آنها در این کارپرتایی ها اشتراک می کرد و از صاحبان کارخانه ها انصاف طلب می نمود، اما کسی به دادشان نمی رسید، بلکه به مقابل ایشان بی‌رحمانه رفتار می کردند. پلیس گروه گروه کارگران بیگناه را به حبس می گرفت، ولی اراده زحمتکشان به جان آمده را شکستن نمی توانستند و تا جای آنها از اعتراض خویش به کامیابی موفق گردیدند. نصرت الله جوان پی برد که اگر تمام مردم زحمتکش به هم پیوسته برای حق خویش تلاش نمایند به مقصد می رسند. ابتدا این را از زبان کارگران روس شنید. آنها بچه‌های همکار خود را تلقین می‌کردند که در یک جایگی برای حق خود صدا بلند کنند و در این لحظه فرموده بزرگ به یادش آمد که در اثر خویش بحث مورچه و شعر را بیان نموده بود. در فکر دانه مورچه بود در گذر، آمد به شعر و گفت: ای رستمی زمان، از اتفاق مورچگان غافلی مگر؟ ورنه چرا حقیر شماری و ناتوان؟ خوراک اهل بیت من است از این تاج تو، دایم پر از خانم از شعر بچگان. طفلان شیر مست من امروز شعرگیر، خویشان ناتوانی منم از تو کامران. فقط همین لحظه به معنی بیت‌های بالا رسید. دانست که مؤلف کی را در نظر دارد، مورچه کیست و شعر کدام است. دانست که پیشینیان یعنی نیاگان او نیز از ظلم ستمگران به جان آمده بودند و بزرگان ملت ظالمان را هشدار دادند که با همه شوکت و شکوه از خلق کم بغل غافل نباشد که به غضب بیاید شمال قهرش آنها را رفته تا آن گوشه دنیا میبرد. نصیحت کردند شاهان را به خاطر آرامی مملکت و آسایشتگی رعیت. در کارخانه‌ای که نصرت الله کار میکرد نمایندگان ملت‌های گوناگون بودند. او در اینجا دوستان زیاد پیدا نمود. در بین دوستان خویش به کارگری روس ایوانوف بیشتر احترام قائل بود. ایوانوف کارگر کهنسال از شهر پتربورگ به حقوق آمده بود. بعضی ها می گفتند که او را برای عقیده ضد حکومتی داشتنش از وطن بابایی بدرقه کردند. و یک مردی بلند بالا، قاقینه، با تمکین، آرام و حلیم و دانشمند بود. در عمق چشمان آسمانی رنگ این مردی دانشمند همصحبت دوربین آثار غم و دردی بی‌حدودی را دیده می توانست. نصرت الله به اکثر سؤالهای خویش از زبان همین مردی روس پاسخ پیدا می کرد. ایوانوف با زبان عادی سخن می گفت و به نظر نصرت الله چنین می نمود که همه گفته های او را می دانست و تا کنون صرفم نمی رفت. بار اول واژه های استثمار، کپیتالیست، صنف کارگر و غیره را از زبان او شنید که در شهرهای کلان روسیه کارگران پیوسته کارپرتایی می کنند. درباره یکشنبه خونین شنید و از رفتار حکومتداران روس نسبت به کارگران به دهشت افتاد. نفرتش به حکومتداران و ثروتمندان که نسبت مردم کمبغل بی‌پروایی می‌کردند بیشتر می‌شد. می‌خواست نیرو و توان راسایی باشد که برای از پا افکندن توده ظالم
بسنده باشد. دیگر خواهیش با این ساخت و با این دولت و این سروران سازش کردن را نداشت. شمالی سرد می‌وزید. تیره ماه آمده بود. طبیعت رنگ گردان. برگ درختان رنگ زعفرانی به نیروی باد تاب نآورده از نوده و خضره ها کنده شده حیات را پدرود می گفتند و در چنگال باد خودسر به هر طرف عاجزانه پهن و پریشان می شدند. نصرت الله با وجود خستگی صحن کارخانه دوستش ایوانوف را دید و نزد وی آمد. سلام دوستم، خیلی خسته می نمایی. سلام، دستش را دراز کرده گفت نصرت الله. امروز کار وزنین بود. با طبعی گرفته جواب داد او. اکرم بیمار بود. مجبور شدم به جای 2 نفر کار کنم. دیگر مدارم نماند. در این کشور مزدور برابر 1 تنگه سیاه قدر ندارد. ما باید برای نجات خویش متحد باشیم و در مبارزه خستگی را حس نکنیم. زور و توان را برای پر کردن کیسه ثروتمندان نه، بلکه برای نجات صنف کارگر استفاده برد. من هم سر این مسئله اندیشه می کنم، لیکن علاج نیست. زمین سخت و آسمان بلند. ناامید نشو دوستم، تا ریشه در آب است امیدی ثمر هست گفتند بزرگان شما. روزنامه نو را خواندی؟ خواندم. و بسیار کلمه ها صرفم نرفتم. شب نزد تو آمدنی بودم. همراه یک بار دیگر خوانیم؟ البته بیا. رفیق لنین خیلی عادی فکرش را بیان می کند، لیکن خوب ندانستن زبان روسی امکانیت نمی دهد که همه گفته هایش را کارگران دیگر ملت ها خوب فهمند. باید بیشتر به زبان آموزی مشغول شوی. می توانم در این کاری خیر به تو یاری دهم. تشکر دوستم، دلی بزرگی داری. می گویند که از پتربورگ باز چند نفر برادران روس آمده است. آنها برای چی آمده باشند؟ خبر دارم. کارگرهای بدرغه شده. حکومت روسیه کاری خوبی می کند که بهترین ها را به نزد ما بدرغه می کند. آنها اینجا می توانند برایمان خدمت برادرانه نمایند. از ما دیده بهتر وضع را تحلیل می کنند. با 2-3 نفرش هم صحبت شدم. بینشان 2 تن صاحب تحصیلات است. اصلا کمبغل زاده باشند هم با کدام واسطه امکانیت تحصیل یافتند. خیلی جوان مردانی دانشجوی و دنیا دیدند. آدمان خواندگی در صف ما زیاد شوند، مسئله جلب کارگران به مبارزه در جایهای ما آسان‌تر می شود. اگر برادران روس زبان تاجیکی و ترکی را می دانستند، نوران الان نور می شد. صحبت باقی، پی کارت شو. مبادا صحبت ما را دیده از پیمان افتند. امروزها از همه بدگمانند منصبداران و ثروتمندان. شاید حس کرده باشند که بقای دولت و سلطنتشون رو به فنا آورده است. پیش از آمدن تو دقتم را افتیدن برگ خزان رسیده درختان جلب کرد. خیلی روشن دیدم که برگ‌های زعفرانی به آسانی از نوده درخت جدا شدنی نیستند. می لرزند و می تپند، مثل که جان داشته باشند. شمال چند بار نوده درختان را به شست می جنباند و عاقبت برکات تاب نآورده کنده می شوند. با حیات پدرود می گویند و می روند. و آن لحظه فکری به سرم آمد. گفتم که دولتداری حاکمان امروزه نیز به طبیعت خزان رسیده شباهت دارد، ولی آنها به آسانی تن دادن نمی خواهند. جان می کنند و با هر 2 دست مستحکم پایه دولت فرتود و افگار خود را می دارند. فقط شمال سخت‌تر و تواناتر لازم. بله، خیلی خوب تصویر کردی. امید است که این دفعه در کشور ما شمال خیلی شدید می وزد و نه تنها برگ‌ها را بلکه درختان را از ریشه به هوا می بردارد. سلامت باش برار آرزومندم.
به تو هم. نصرت الله همراه برادرش صدیق به وطن برگشت. ابتدا آمدن نمیخواست، اما علاج هم نداشت. بعد اشتراک در گردی همایی های سیاسی حکومت آنها را آرام نمیگذاشت، به شکار آنها افتاده بود. هر روز چندین نفر دوستان و هم مسلکانش را به حبس می گرفت. نصرت الله بر روی خط سیاه افتاده بود. صدیق می دانست که اگر دادرش را همراهش به زادگاه نبرد، قسمت دیگر دوستان به سر وی هم می آید. از این رو پیوسته تأکید می کرد که زودتر براه برآمدنمان ضرور. هم مسلکان را پرتافته به کجا می رویم؟ با طبع گرفته به برادرش روی آورده گفت نصرت الله ببینیم قسمت ایشان را تا کجا کشاله می کند. دادر عزیز، ما به آنها یاری داده نمی توانیم. یک روی تو صفی بندیان را افسون می گرداند و خلاص. ما از آنها بهتر نیستیم اکا، مخصوصا خودت. بعدی آواز بلند کردنی برادرش نصرت الله به خود آمد و گفت راست میگویی، فقط یک چیز را به اینابت بگیر. اگر حکومت همه ما را به زندان پرتاید، در مقابلش کسی نمیماند که برای کمبغل مبارزه برد. دوراندیش باش دادر، دیده و دانسته خود را به دم آتش پرتافتن هنر نیست. یک مدت از بلا دور باشی بهتر. دوستانی پراکنده باز گردی هم می آیند، تدبیر می اندیشند و ما بعدی بازگشت از وطن و ایشان هم راه می شویم. یعنی با یک تیر دو فاخته می زنیم. از شر دشمن خود را نجات می دهیم و پدر بزرگوار را زیارت می نماییم. باور دارم قبلگاهی از رفتن ما خرسند می شود، مدار پیکرش می افزاید. فراموش نکن که فراق فرزند برای والدین خیلی سوزنده است. نصرت الله سکوت می ورزد. سخنهای برادرش را به میزان عقل برکش می کند. دادر شیرین، پزمان شدیم خویش و تباره. سخنش را به دیگر موضوع تاب داده می گوید صدیق. چشمی پدر در راه تو انتظار. من هم چند سال باز به وطن نرفتم، میدانی. می رویم، یک چند روز همراه پدر میمانیم و باز به همین ملک دیدگیت می آییم. مبادا در نبودن ما کمبغلان یک جای قیام کنند و همراهشان ما نباشیم. چی میگویند بچه ها؟ میگویند که نصرت الله همراه برادرش از جان ترسیده به کوهستان گریخت. غم نخور، حالا بچه های کمبغل یگان نیت ندارند، جرأت هم نمی کنند. این ضربه که حکومت به تظاهرگران زد میان شکن بود. کی میداند که باز تو چند سال دیگر منتظر میشوی تا خدا روزش را نبیارد. بچه های تو کار کرده نمی توانند. ظالمان را خداوند دوست نمی دارد. آنها خون خلق خدا را می مکند و به غضب او گرفتار می شوند. بالاخره سگ مور می کنند. بزرگی گفته است هر کی با دشمنی خلق روان است چو بحر، زود باشد که سری خویش چو گرداب خورد. این گپ به حکمت نیست. تو صبر کن دادر، خداوند صابران را دوست می دارد. به قراتگین می رویم، دیدار خویش و تباره می بینیم. چند روز مهمان می شوی و بعد دعای پدر بزرگوار را گرفته بر می گردی. مبادا از نرفتنت دلی پدر پیرمان آزرده گردد. اگر کس به نفرین پدر گرفتار شود، مرغ بخت از وی ابدی روی می گرداند. سیاه بخت و بدروز می شود در زندگی. برای همین نگم دادر شیرین ناعلاج راضی شد و همراه صدیق براه برآمد. 8 سال مسافرت، 8 سال جدایی از خویش و تبار به زادگاه برای او ثروت و نعمت فراوان نداد، اما علمهای آموخته و تجربه روزگار برویش جهانی نو را باز کرد. او آنقدر کوهستانی زیبامند زر
و همدیاران مهمان نوازش را پزما شده بود که قلم از تصویر حالتی وی عاجز است. میخواست ساعتها در آغوش کوه و کمر در صحبت همدیاران عزیزش سیر و گشت کند. به نظر وی طبیعت دیگر جلای دیگر داشت. هر تل و تپه، درختان کهنسال و خرسنگ‌های بزرگ، غارهای ژرف و دهشت‌زا، دیوارهای ویران و ولنگاری از گذشته مانده با زبان خود به گوش وی قصه های نو می‌خواندند. قصه هایی را که وی می دانست و به یاد آوردن نمی توانست که کدام وقت و از زبان کی شنیده است. ساعتهای دراز تنها در بغل کوه و آغوش دره، سایه درختان کهنسال و تکه خرسنگ‌ها گردش می‌کرد و گذشته روزگار مردم این دیار را از زبان آنها می‌شنید. با گوش سرنه، با گوش دل می‌شنید. مردم قراتگین از قدیم عادت دارند بگاه پیش از نماز شام هر کدام بازیافته‌اش را گرفته به خانقاه می آید. بعد ادای نماز شام در یک حجره خانقاه دسترخوان می پرتایند و پیر و برنا دور آن می شینند. این حجره را چایخانه می گفتند. چایخانه خاصه در فصل زمستان مدام سر آدم بود. مسافران که شب هنگام از ترس گرگ و سردی های زمستان نمی خواستند پیاده و اسب سوار سفرشان را ادامه دهند، به دهه های نزدیک راه وارد می شدند و مهمان عزیزی مردم ده می گشتند. فصل زمستان هیچ روز چایخانه ها به آدم نبود. مهمان را مردم ده در چایخانه قبول می کردند و او را مهمان خدا می خواندند. می گفتند عزت و احترام وی پروردگار عظیم و شأن و روح گذشته ها را شاد می گرداند. هر ساکن ده کوشش می کرد که برای مهمان خدمت را انجام دهد. یکی اسبش را کاه و جو می داد، دومی برایش ضیافت می آورد، سومی سر و لباسی تنش را خشکانده می آورد و دوری دسترخوان پر از ناز و نعمت نشسته صحبت می کردند تا یک غایت شب صحبت ادامه می یافت. بیشتر مردان روزگار دیده، قصه‌دان و قصه خوان مجلس را گرم می گرفتند، شاهنامه می خواندند و 17 غذا، ابو مسلم نامه و سرگذشت حاتم طای. عجیبش آن بود که مردان سال خورده به عینک در روشنی سیخ چراغ کتاب می خواندند. تا نیمه شب می نشستند مردان و دم قصه گویی و خواندن کتاب کس صدا بلند نمی کرد. سکوت می ورزیدند نشستگان. با شوق و رغبت به قصه و داستان گوش می دادند و بعد به اهل خانواده یادداشت خود را حکایه می کردند. و از روزی که نصرت الله به دهه برگشت دیگر کسی حوصله سخن گفتن نداشت. همدیه ها تشنه شنیدن قصه های او بودند و او نیز خستگی را حس نکرده برای همدیاران از دیده و شنیده حکایت می کرد. درباره زندگی مردم شهرهای کلان، درباره صنف ظالم و صنف مظلوم، درباره خونریزی هایی که در کشور روس برای آزادی زمستان همین سال شده بود، با زبان عادی و شیرین قصه می گفت. مردم را به مبارزه ضد ظالمان گویا دعوت می کرد. می گفت که هزاران تن از کمبغلان روس بهر آزادی مبارزه برده جان فدا کردند و زندمانده ها از مبارزه دست نمی کشیدند. همدیه ها می دیدند که نصرت الله بعد سفری دراز مدتی خیش به کلی تغییر یافته است. در کالبد جوان و زیبای وی یک مردی میان سالی دنیا دیده و تجربه اندوخته، دانشمند و با تمکین، دوراندیش و آتشین سخن، با اراده و دوربین وارد شده بود. шунаванда ҳои гиромӣ, шумо романи кайфари диловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори 8